السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از وفات ابراهیم و اسماعیل علیهم السلام حاکم مکه قبیله جرهم شد، برای اینکه اسماعیل علیه السلام از دختران قبیله جرهم ازدواج کرده بود و بعد از وفاتش قبیله جرهم حاکم مکه شدند. به مکه قبیله دیگری آمد، خزاعه، و با قبیله جرهم جنگ کردند و بر جرهم غالب شدند. قبیله جرهم باید از مکه بیرون می برآمدند، برای همین چشمه زمزم را پنهان کردند و از مکه بیرون رفتند. قبیله خزاعه 500 سال در مکه حکمرانی کردند. بزرگ قبیله خزاعه عمرو بن لحی دین یکتاپرستان را تغییر داد، یعنی عرب ها را بت پرست کرد، مشرک کرد. کسانی که در مکه بودند از نسل اسماعیل علیه السلام مانده بودند، یعنی وقتی قبیله جرهم رفت، کسانی که در بینشان از نسل اسماعیل علیه السلام بودند همانها در مکه زندگی میکردند و بسیار کم بودند. میخواستند ملک اجدادشان را برگردانند. کسانی که از نسل اسماعیل بودند بعد از گذشت زمان میخواستند ملک اجدادشان را برگردانند. از نسل اسماعیل علیه السلام فهر است که او را قریش هم مینامند. بیایید میبینیم چطور رسول الله صلی الله علیه وسلم با اسماعیل علیه السلام پیوند دارد. از نسل اسماعیل علیه السلام عدنان، پسر عدنان معد، نزار، مضر، الیاس، مدرکه، خزیمه، کنانه، النضر، مالک، فهر، غالب، لؤی، کعب، مره، کلاب، قصی، عبد مناف، هاشم، عبد المطلب، عبدالله و رسول الله صلی الله علیه و سلم است. قصی ابن کلاب سال 400 میلادی تولد شد، یعنی اکنون اگر 2020 باشد، قصی ابن کلاب سال 400 میلادی تولد شد و او از نسل اسماعیل علیه السلام از فرزندان فهر بود. قصی ابن کلاب شخص مالدار بود، با ثروت بود. قصی ابن کلاب با دختر حلی ازدواج کرد. حلی از قبیله خزاعه است و بزرگ قبیله خزاعه است. بعد از اینکه قصی ابن کلاب با دختر حلی ازدواج کرد، قدر و مرتبه قصی ابن کلاب زیادتر شد و خود قصی ابن کلاب بزرگ کسانی بود که در مکه زندگی میکردند، یعنی از قبیله جرهم است و از نسل اسماعیل علیه السلام. با دختر حلی ازدواج کرد و طرفدارانش زیاد شد، یعنی هم از طرف خزاعه طرفدار پیدا کرد و هم از طرف قبیله جرهم و میخواست ملک پدرانش را برگرداند، یعنی میخواست حاکم مکه شود. بعد از گذشت زمان بزرگ قبیله خزاعه یعنی حلی وفات کرد. اکنون قصی ابن کلاب مردم را جمع کرد و گفت من حاکم مکه می شوم. کسانی که از قبیله جرهم بودند و از مکه بیرون رفته بودند بعد از وفات حلی به مکه برگشتند و قصی ابن کلاب را طرفداری کردند. قبیله خزاعه دیدند که طرفداران قصی ابن کلاب زیاد می شوند روز تا روز و قبیله خزاعه لشکری تیار کردند و با قبیله قصی ابن کلاب یعنی با قریشی ها جنگ کردند. مردم زیاد مرد در این جنگ.
یکی از بزرگان مکه گفت بیایید یک شخص عادل را قاضی اختیار میکنیم و بین ما حکم کند، چه حکمی که کند ما راضی هستیم. قاضی پیرمردی شد، یعمر ابن عوف. یعمر ابن عوف مردی حکیم و عادل بود. همه راضی شدند که او قاضی شود. همه مردم را جمع کرد در نزد خود. سخن برای قبیله خزاعه داده شد. قبیله خزاعه گفتند ما بیش از 500 سال می شود حاکم مکه هستیم. سخن به قبیله قصی ابن کلاب داده شد. قصی ابن کلاب گفت اسماعیل علیه السلام بابای من است و او یکمین شخصی است که در مکه زندگی کرده است و زمزم برای او داده شده بود. قبیله خزاعه با ما جنگ کردند و مکه را از ما گرفتند. کعبه را باشد بابایم ابراهیم علیه السلام بنیاد کردند. یعمر ابن عوف سخن دو طرف را گوش کرد و گفت همه چیز از قصی ابن کلاب است و حاکم مکه قصی ابن کلاب است. اکنون قصی ابن کلاب حاکم مکه شدند و قبیله خزاعه از مکه برآمدند. قصی ابن کلاب مردی سخی بود، سخاوتمند بود. کسانی که به حج می آمدند یعنی حاجیان را تنها خودش با خوراک و با آب تأمین میکرد. همه او را احترام میکردند. قصی ابن کلاب در نزد خانه کعبه خانه بنیاد کرد. او را دار الندوه می نامیدند، جایی که مردم جمع می شدند و هر مشکلی را در آنجا حل می کردند، در آنجا نکاح می کردند و هر کاری که پیش می آمد در دار الندوه جمع می شدند و در آنجا حل می شد. قصی ابن کلاب پیر شد. وقتی رسیده بود که حاکم مکه را اختیار کند، یعنی در بین فرزندان خود یکی را حاکم مکه بگذارد. فرزند بسیار داشت: عبدمناف، عبدالدار، عبدالعزا، عبدالقصا و دیگران. قصی ابن کلاب دید که همه فرزندانش مال و مرتبت دارند بجز عبدالدار، یعنی همه ثروتمند هستند بجز عبدالدار. عبدالدار بزرگترین فرزند قصی ابن کلاب بود، اما مثل دیگر برادرانش مرتبه نداشت، یعنی ثروت نداشت. قصی ابن کلاب می گفت بعد از من حال پسر بزرگم عبدالدار چی می شود؟ پیش از وفاتش وصیت کرد که حاکم مکه عبدالدار می شود و به دیگر فرزندانش هیچ چیزی نداد. سال 410 میلادی قصی ابن کلاب وفات کرد. بعد از وفات قصی ابن کلاب برادران عبدالدار یعنی عبدمناف، عبدالعزا، عبدالقصا به نزد عبدالدار آمدند و گفتند پدر میخواست قدر و مرتبت را بلند کند که جاه و مرتبه پیدا کردی. بعد از وفات پدر نمیخواهیم که تو تنها حاکم مکه باشی. و قریب بود که بین برادران جنگ میشد، ولی با مصلحت آمدند که در بین خود کارها را تقسیم میکنند. عبدالدار کار تازگی کعبه و پوشاندن کعبه را به عهده خود گرفت. عبدمناف حاجیان را با خوراک تأمین میکرد و دیگر برادرانش دیگر کارها را میکردند. چطوری که گفتم در آن وقت آب زمزم را قبیله جرهم پنهان کرده بودند و آب زمزم نبود و هیچ کسی نمیدانست که آب زمزم در کجاست. آب را از جای دور می آوردند. پسران قصی ابن کلاب کار مکه را در بین خود تقسیم کردند. یکی از پسران قصی ابن کلاب عبدمناف و عبدمناف چند تا پسر داشت: هاشم، مطلب، عبدالشمس و نوفل. از نسل هاشم شیبه است، یعنی
رسول الله صلی الله علیه و سلم باباهای رسول الله صلی الله علیه و سلم قصی، عبدمناف، هاشم و شیبه را به نام عبدالمطلب میشناسند. خب برای چی شیبه را عبدالمطلب می نامیدند؟ هاشم همسری داشت به نام سلما و بیرون از مکه زندگی میکرد با پدر و مادرش. همسری هاشم سلما در بین قومش با مرتبت بود و پیش از نکاح شرط گذاشته بود که در خانه خود زندگی میکند. وقتی شیبه تولد شد، بعد از چند سال پدرش هاشم وفات کرد و شیبه در خانه مادرش زندگی میکرد. عمکش مطلب به خانه برادر خود، یعنی به خانه هاشم آمد تا که پسر برادرش شیبه را به مکه ببرد. اما مادر شیبه راضی نشد. مطلب گفت او مرد شده است، یعنی او جوان است، اکنون جوانی برومند است، او باید در مکه زندگی کند و او از نسل قصی ابن کلاب است، جایش مکه است. سلما مادر شیبه گفت خودش را اختیار می دهیم. شیبه گفت من با عمکم به مکه می روم، جوان شدم، مرد شدم. و شیبه با عمکش در یک شتر سوار شدند و به طرف مکه حرکت کردند. در آن زمانها غلامداری بود. وقتی اهل مکه مطلب را دیدند که در پشتش جوانی نشسته است، یعنی شیبه نشسته است، فکر کردند که یعنی شیبه غلام مطلب است و شیبه را عبدالمطلب صدا میکردند. عبد یعنی غلام مطلب و از همان زمان شیبه را به عبدالمطلب صدا میکردند. عبدالمطلب بابای رسول الله صلی الله علیه و سلم، پدر عبدالمطلب هاشم، پدر هاشم عبدمناف و پدر عبدمناف قصی و به بالا می رود. عبدالمطلب چند تا پسر داشت. پسر بزرگیش حارث و دیگر پسرانش خرد بودند. شب خواب دید، به او گفته می شود ای عبدالمطلب بهترین چیز را بکاب. عبدالمطلب گفت بهترین چیز چیست؟ ولی جوابی نشنید. شب دوم باز به او گفته شد احفر برا، چیز فایده دار را بکاب. عبدالمطلب گفت چیست؟ جوابی نشنید. شب سوم باز آوازی شنید که میگوید احفر المضنونه، چیزی گرانبها را بکاب. پرسید چیست؟ جوابی نشنید. شب چهارم باز آوازی شنید احفر زمزم، زمزم را بکاب. عبدالمطلب پرسید زمزم چیست؟ با او گفته شد لا تنزف ابدا ولا ترم، تسقي الحجيج الأعظم وهي بين الرف والدم، عند نقرة الغراب الأعصم، عند قرية النمل. یعنی این علامت هایی بود که با همین علامت ها جای آب زمزم را می یابد. معنایش هیچگاه خشک نمی شود. حاجیان بزرگوار از او می نوشند. جای یعنی زمزم بین روده و خون است، نزد زاغ پرسفید، نزد خانه مورچه ها. همه این علامت هایی بود که با پیدا کردن همین علامت ها جای آب زمزم پیدا می شد. وقتی عبدالمطلب از خواب خیز، پسر بزرگش را حارث را با خود گرفت و به نزدیک کعبه رفت و در آنجا جای زمزم را جستجو می کرد و سخنایی که در خواب شنیده بود همانها را جستجو می کرد که
با پیدا کردن همان علامت ها زمزم را پیدا می کند. ناگهان یک گروه مردم آمدند و گاو را در نزد بت ایصاف ذبح کردند. گاو از جایش خیست و کمی حرکت کرد و دورتر در جای افتید. مردم گاو را پوست کردند و روده‌اش را برآوردند. اکنون یکم علامت آشکار شد بین خون و روده گاو. ولی منطقه بزرگ بود، نمیشد که همه یعنی بین روده گاو و خون را بکوبد. علامت دیگر را جستجو میکرد. در همان وقت بود که جای مورچه ها را پیدا کرد. در جایی دید که مورچه های زیادی هستند، ولی این هم کافی نبود، برای اینکه مورچه ها زیاد بودند و به هر طرف پراکنده بودند. علامت دیگر را جستجو میکرد. زاغ پرسفید را دید که فرآمد و با نولش زمین را میزد. عبدالمطلب فهمید که جایی که زاغ نشسته است همان جا زمزم است و شروع کرد به کندن زمین. در اطراف عبدالمطلب مردم یعنی قریشی ها جمع شدند و گفتند تو بین ایصاف و نائله را، یعنی زمینی که بین ایصاف و نائله زمین را میکوبی، به خدا قسم تو را نمیگذاریم این کار را بکنی. و پسر عبدالمطلب حارث مردم را به پشت تله میکرد، نمیگذاشت که پدرش را یعنی عبدالمطلب را خلل برسانند. و در همین وقت بود که عبدالمطلب زمین را وقتی کمی به پایان رفت، به چیزی آهنی زد، یعنی دیگر در آنجا خاک تمام میشد و یک سرپوشی بود از طلا. آواز برآمد. عبدالمطلب فهمید که آب زمزم است. گفت الله اکبر. قریشی ها فهمیدند که چیزی یافته است. گفتند چی میکوبی؟ عبدالمطلب گفت زمزم. قریشی ها گفتند ما هم با تو هستیم، یعنی ما هم با تو شریک هستیم. عبدالمطلب گفت چطور با من شریک هستید؟ شما من را نمیگذاشتید زمین را بکوبم وقتی که من تنها زمزم را پیدا کردم. اکنون میگوید که شما هم با من شریک هستید. و قریب بود که بین عبدالمطلب و قریشی ها جنگی شود. شخص در بین آنها بود گفت کسی را قاضی میگذاریم، بیاید یک نفر در بین ما حکم کند. گفتند قبول است. خب کی را قاضی میمانیم؟ گفتند یک زنی نصرانی هست، جادوگر است و او در مدینه زندگی میکند، یعنی در یثرب زندگی میکند و به نزدش سفر میکنیم و از او میپرسیم، هر چیزی که او بگوید همان میشود. قریشی ها و عبدالمطلب به مدینه سفر کردند، یعنی به یثرب سفر کردند. وقتی به یثرب رسیدند پرسیدند زنی کاهینه یعنی زنی جادوگر در کجاست؟ گفتند او به خیبر رفته است، یعنی به دیگر منطقه رفته است، به منطقه یهودی ها، و به طرف خیبر سفر کردند. خب راهشان به درون صحرا بود، یعنی منطقه صحرا که آب ندارد. در نیم راه آب عبدالمطلب و طرفدارانش تمام شد. از دیگران یعنی مردمی که در قافله بودند از آنها آب پرسید که به ما آب بدهید. آنها گفتند آب ما هم تمام می شود اگر به شما بدهیم، یعنی خود ما با آب احتیاج داریم و راه بسیار طولانی است. عبدالمطلب با طرفدارانش در همانجا ایستادند، یعنی در راه ایستادند و گفتند از تشنگی در این بیابان در این صحرا هلاک می شویم، چی باید کنیم؟ یکی از آنها گفتند هر کسی برای خود قبر بکند، یعنی کار تمام شده است،
در این صحرا اگر بمیریم هیچ کسی پیدا نمی شود که ما را دفن کند. برای همین هر کسی برای خود قبر بکند و در درون قبر می نشینیم. وقتی که مردیم در درون قبرهای خود می افتیم و کار به همین تمام می شود. عبدالمطلب گفت این کار خطاست، یعنی نباید ما ناامید شویم. خیزید، شاید در جای آب پیدا می شود، به هر طرف می رویم و جستجو می کنیم، شاید آبی پیدا می شود. در همین وقت بود که شتر عبدالمطلب پایش را به زمین زد و به امر الله متعال از تگ پای شتر آب برآمد، آب چشمه برآمد. بسیار خوشحال شدند. در یک بیابان، در یک صحرا آب میبراید، چشمه میبراید. و کسانی که در قافله بودند، کمی دور رفته بودند، وقتی به پشت نظر کردند دیدند در جایی که عبدالمطلب و طرفدارانش نشستند آب است. آنها از راه برگشتند، آمدند دیدند چشمه ای است. گفتند از کجاست چشمه؟ حادثه را نقل کردند، ماجرا را نقل کردند. قریشی ها گفتند به خدا قسم پروردگار تو را در مکه زمزم داد و در صحرا چشمه داد، زمزم از آن توست، و به مکه برگشتند. انشاءالله تعالی دوام قصه را در نوار بعدی میشنویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.